دو تا سکته رو بگیری در آدما یه سکته میکنن در سازمان وقتی وارد میشن، بهش میگن کاگنیتیو دیسونانس. چی ترجمه کنیم؟ آقا ضرر کردیم ما اومدیم جای قبلی جا پارک داشت، صبونه میدادن، بعد مثلا حقوقش اینجوری بود، پارتیشنی نبود، اتاق مجزا داشتیم، برای خودمون به درجه سامبادیت رسیده بودیم. نه اینجا چرا شعب ابی طالبه؟ بعضی از آدم ها اولین سکته‌ای که میکنن تناقض عقلیه. تناقض عقلی یعنی ضرر. مثل اینکه بعضی آدم ها آواز دهل از دور شنیدن، مثلا شنیده مهاجرت، میره اونجا میخوره تو ذوقش. آقا ما فکر میکردیم یه فرش قرمزی هست و ما پدیده فرامرزا جا موندیم، تازه اونجا میگم برو آچارده بیار. بعد میگه آقا من تو کشور خودم این بودم، میگه اونجا بودی، اینجا از یه چیز دیگری باید بودت شروع شه. و دوستان این تناقض عقلی مقایسه مالی هست، جایگاه هست، عنوان سمت هست. دوستان یه نفر توی سازمان سرپرسته، حکم شاه داره، توی سازمان دیگه تازه آشخوره. یعنی بسته به اندازه سازمان، بسته به اصطلاح استانداردهای اونجا متفاوته. تناقض